در ظلمته فراگیر، جایی که سکوت بر شهر سایه افکنده بود، فرخ نژاد، فرزنده آذر، برانگیخته شد. او میراثدار نغمه آزادی بود. شبی ندایی از کوه سپید او را خواند: ای فرخ، تیغه روشنایی را برگیر، ورنه جهان در خاکستر خواهد نشست. فرخ نژاد برخاست. شمشیر او روشان تیغ، نه از آهن که از نوره خالصه اندیشه ساخته شده بود، برای بریدن زنجیرها. سفر آغاز شد. او در دشته سایه ها با دیوه ترس، دیوه دروغ و بزرگترینشان، دیوه سکوت، رویاروی گشت. در میدانگاه شهر خاموش، فرخ نژاد در برابر سایه قدرت ایستاد و فریاد زد: من آمده‌ام تا آتشه فراموش‌شده را در سینه شما دوباره روشن کنم. او روشان تیغ را بر سینه نهاد. نوری عظیم و یقین آفرین از درونش برخاست. این آتشه خرد بود که ترس را تبخیر کرد. دیوه ظلم همچون دوده زهرآگین در هم پیچید و ناپدید شد. با طلوع خورشید مردم بیدار شدند. نوره میراثی فرخ نژاد باقی ماند. او در نور حل شد، اما زمزمه‌ای از کوه سپید باقی ماند: فرخ نژاد زنده است تا وقتی قلب انسان نور را به یاد دارد.